بدهی ذاتاً چیه؟ بستانکار. افزایش پیدا کرده یا کاهش؟ افزایش. میشه چی؟ بستانکار. حالا سندشو بزن. حالا معادلت هم نوشتی. این معادلت خوند. سند حسابداریشو بزن. سندشو داخل این تی اگه بخوایم بزنیم. اول اونجا بنویس بعد تو تی وارد کن. اول سندشو بزن. میگی موجودی نقد و بانک 800 میلیون بدهکار. موجودی نقد و بانک 800 میلیون ریال بدهکار. بله. ننویس بدهکارشو دیگه. وقتی اول داری می‌نویسی همیشه اولیا بدهکارن. بدهکار. حالا زیر عدد بنویس وام دریافتنی زیر عدد. وام دریافتنی 800 میلیون ریال بستانکار. حالا من موجودی نقد و بانک الان تو تیم باید کجا بنویسم؟ موجودی نقد و بانک اینجا داریم. بنویس. اینجا می‌نویسیم 800 چون سوال 3 هم هستش. اینجا 3 رو میزنیم. بعد یه تی اضافه کنی پایین بنویس وام. این پایینی چهارمی که کنار تر اینجا بنویس وام دریافتنی. این نمیدونستم. وام دریافتنی 800 میلیون ریال اضافه. یه آیتم اضافه شد دیگه به تی آی ما. 800 میلیون بستانکار. 800 میلیون ریال. این تی ها رو باید توی صفحه جداگانه داشته باشه. هر سوالی که حل میکنی بیای ببینی کدوم تی رو تشکیل دادی کدوم تی رو تشکیل ندی، دونه دونه اضافه کنی هر چی تشکیل نشد. مرسی از شما. بنویس بریم مورد 4 حل کنیم. مورد 4 خانوادی تشریف ببرن حل کنم. تجزیه اتفاقا شما خیلی رو عدد آتش برمید. نه 50 میلیون خرید کردیم. خرید کامپیوتر نسیه 50. از آقای امیرعلی اول بنویسه من اینو پاک کنم بعد شما تشریف بیار. خیلی راحته. تا حل نکنیم یاد نمیگیریم ما. باید حل کنیم یاد بگیریم. باید حل کنیم تا یاد. هر چی بیشتر تمرین کنید خیلی سریع‌تر یاد میگیرید. هر چیزی که بلد نیستم زودتر یاد میگیرم. الان خیلی راحت شد براتون. 4 تا مثال دیگه از این حل کنید. دیگه اصلا احتیاجی نیست اینا رو من بکشم. میایین تیتر رو میخونین مستقیم یه سند میزنید تیم میکشید تمام جمعش میکنید. 28 9 مورد مثال زدین دیگه درسته؟ چند تاشو الان حل کردیم؟ این سومی بود. یه دونه هم خانم عبادی زحمت بکشه حل کنه. 25 تا دیگه رو خونه زحمت بکشین حل کنین. تو جلسه بعدمون با هم بررسیش میکنم. شنبه میشه دیگه جلسه بعد. جلسه بعد کلا میذاریم برای همین حل مثالا که هر چی باگ داریم تو این زمینه برطرف بشه. خب یه جلسه آدم بعدش فراموش میکنه. باید خونه مرتب. باید بریم مرتب اینا رو تمرین کنین. ما هر چی جلوتر میریم با اینا کار داریم. این اصول اولیه است. این پایه ها الان اینه که اینجا نوشتم تا روز آخر با این کار داریم. با این سنده تا روز آخر کار داریم. با این تیه کار داریم. اسامی عوض میشه. اسم‌ها با جزئیات بیشتری قرار میگیرن. نوشتی؟ اینو پاک کنم. تی ما باید سر جای خودش بمونه دیگه. با تی فعلا کاری نداشیم. انشالله که سوالمون یه جوری باشه تی منفی نشه ما دوباره سوال اصلاح کنیم. من سوالو حل نکردم. امیدوارم که سوالاتمون درست باشه. خب ما در خدمت شما هستیم. امیرعلی سوال رو بی زحمت بخون. ایشون سوال رو یادداشت کنه. خب پس اول بنویس 500 میلیون ریال خرید کامپیوتر. بالاتر بنویسین که بتونین اینجا مثال. 500 میلیون ریال خرید کامپیوتر به طور نسیه. خب حالا میخوایم تجزیه تحلیل کنیم. چه اتفاقی افتاد؟ سوال داره چی میگه؟ میگه من کامپیوتر خریدم.
پس اولین چیز خرید کامپیوتر. کامپیوتر چیه؟ کامپیوتر چیه؟ کامپیوتر میشه جزء کدوم دسته از جزء کدوم دسته از معادله من دارایی بدهی سرمایه؟ کامپیوتر میشه دارایی. میشه دارایی. پس بنویسین خرید کامپیوتر دارایی من. عددش هم جلوش بنویسین. 500 میگه. خب حالا دارایی که خرید، اتفاق بعدی که افتاد چی شد؟ گفتم نسیه خریدم. نسیه میشه چی؟ آفرین. میشه حساب، میشه نسیه میشه. بعد چیکار کنم این پولو بعدم؟ آره بعدم بعد این پولو چیکار کنم؟ بعدم بعد بدی. پرداخت کنم. میشه حساب پرداختنی چون نسیه است. پس میشه بدهی 2 نقطه حساب پرداختنی. آفرین دقیقاً. حساب پرداختنی 500 میلیون. درسته؟ حالا بیایم دوره اینو تجزیه تحلیل کنیم. من کامپیوتر خریدم. دارایی من افزایش پیدا کرد یا کاهش؟ دارایی من افزایش پیدا کرد. افزایش پیدا کرد. دارایی ذاتاً بدهکار است. افزایش پیدا کنه چی میشه؟ چیزی میشه بدهی دیگه. بله. پس یه فلش به سمت بالا بکشین که افزایش، نه همون جلوش. جلوی دارایی. داریم راجع به دارایی صحبت میکنیم. پس پایین بعد نه دیگه، جلوی 500 میلیونی که نوشتین فلش به سمت بالا افزایش پیدا کرد. آره. افزایش پیدا کنه میشه چی؟ بدهکار. جلوش بنویسیم بدهکار. حالا بدهی من افزایش پیدا کرد یا کاهش؟ بدهی من افزایش پیدا کرد. بدهی من ذاتاً بستانکاره. افزایش پیدا کنه میشه بستانکار. پس اینم فلش به سمت بالا بستانکار. حالا بیایم سند بزنیم. اول معادله‌مون رو بنویسیم. دارایی مساویس با بدهی به اضافه سرمایه. اعداد رو توش جایگذاری کنیم. نه اول اینجا جایگذاری کنیم، سند بزنید بعد بزنید. خب دارایی داشتیم 500. خب بنویسیم 500 میلیون مساویس با بدهی داشتیم 500 به اضافه سرمایه داشتیم 500. نداریم که دیگه. نه. صفر. سرمایه صفر. تو این سال صفر بود. پس معادلم میخونه این ورم 500 این ورم 500. حالا سند حسابداریشو میزنم. میشه چی؟ تجهیزات. کامپیوتر میشه تجهیزات دیگه. 500 میلیون بدهکار. 500 میلیون اون بدهکارش دیگه نباید بنویسیم. بدهکار خودمون میگیم دیگه، یعنی اولین چیزی که می‌نویسیم همیشه بدهکار. زیر 500 آره زیر 500 میلیون هم بنویسیم حساب پرداختنی. بعد زیرش دیگه دقیقاً زیر شما زیر عدده زیر 500 بنویس حساب پرداختنی 500 میلیون بستانکار. حالا بریم تو حساب تی. ما از قبل یه تی به اسم تجهیزات کشیده بودیم. درسته؟ خب پس یه 500 میلیون الان اضافه شد یا کاهش؟ یه 500 میلیون کاهش. اینجا اضافه شد دیگه. تجهیزات هم اضافه شد. شد. آره. بعد بدهی. آره. زیر تجهیزات بعد یه 500 میلیون تو قسمت بدهکار اضافه کنیم. تو تیامون حساب پرداختنی نداشتیم. داشتیم؟ حساب پرداختنی. یکی از این تیایی که خالیه بالاش بنویسین حساب پرداختنی. 500 میلیون اضافه شد. کدوم قسمتش باید بنویسیم؟ چپ یا راست؟ اضافه شد باید راست بنویسیم. چرا راست؟ نه راست همیشه بدهی. طرف چپ میشه کاهش، اون بر میشه افزایش. خب نه. الان من میخوام راجع به بدهی بنویسم یا سرمایه؟ میخوام راجع به بدهی بنویسم. بدهی کدوم سمت معادله است؟ چپ یا راست؟ بدهی چپ. چپه. افزایش پیدا کرد پس سمت چپ نوشته میشه. افزایش پیدا کرد دیگه سمت چپه. تو ذات خودش. پس اینجا باید بنویسیم. پس اینجا میشه 500 میلیون بستانکاریمون درست شد.
فقط باید صفراشو بذارین. آره درست شد؟ مرسی از شما. حالا تو دفتر خودتون هم وارد کنین. مابقی رو هم به اومدم چند تا مورد رو گفتم، مثلا شما یه وقت ذهنتون درگیر نشه. میخوام یه نمونه‌ای بهتون بگم، قطعا تو سوالاتتون هست شاید اذیت بشید. مثلا اومدم یه جا گفتم من یه خریدی کردم 20 تومن، 5 تومن نقد دادم، 15 تومن نسیه است. 3 تا شد. هر چی که ما اینجا حل کردیم 2 تایی بود. 3 تا میاد تو معادله، باید بخونه، باید بدونه که چجوری اینا رو تو معادله بذاری. خب دیگه اینجا گفتی تجهیزات این حساب پرداختنی، این شاید مثلا میگم الان این 20 تا شد 5 15، 2 تا اینجا باشه یکی اینجا، یا 2 تا اینجا باشه یکی اینجا. 3 تا حالت شد دیگه. اینو بعد تجزیه. اینو نمیخوام الان توضیح بدم، ببینم خونه میتونین متوجه بشین حلش کنین یا نه. انشالله که متوجه میشه. اگر نشدین که با هم داریم همه رو حل میکنیم. فقط خواهشاً این سوالات رو حل کنین، خودتون رو به چالش بکشین، بذارین ذهنتون درگیر بشه، عصبی بشین. اصلا هیچ اشکالی نداره عصبانی بشین. دفترتون فقط پاره نکنین عصبانی شدین، هر اتفاق دیگه افتاد خودتون رو کامل درگیرش کنین که بتونین حلش کنین. بیای نگاه کن، میخوام من که متوجه نشدم میرم بعدی یاد نمیگیری. درگیرش کن. اصلا برو سرچ کن اینترنت. من یه سوالی بهتون دادم، برو تو اینترنت سرچ کن، بنویس نحوه سند زدن این سوال. اینترنت بهت پاسخ میده، ولی پاسخی که پیدا کردی بیا تجزیه تحلیل کن حداقل. پس یکم بعد به خودتون از اینجا به بعد سختی بدین. راحت ترین و مهمترین بخش حسابداری رو دارم بهتون میگم. یعنی هنوز هیچ چیزی راجع به حسابداری نگفتیم، کل حسابداری ولی تو همین خلاصه میشه. مهمترین راحت ترینشه تو همین خلاصه میشه، ولی هنوز هیچی از حسابداری یاد نگرفتیم. در عین اینکه مهمه، در عین اینکه خیلی ساده است، هنوز وارد اون پیش دیگه هم باز نشدیم. پس قشنگ این موضوعات رو بخونین خواهشاً. دارایی‌ها رو تحقیق ببین اسمش روشه، به اینجوری واسه خودت تجزیه ببین. آره دقیقاً همین دیگه، واسه خودتون تجزیه تحلیل کنی. آره واسه خودت بگو من الان اومدم یه چیزی رو خریدم، قراره بعداً بهش پول بدهم. میشه چی؟ حساب پرداختنی. من قراره پرداخت کنم، بعداً قراره بدم، پس نسیه میشه حساب پرداختنی. یه جایی یه پوله رو میگیرم، گرفتم نقد دیگه، نقد گرفت. یه جایی قراره بگیرم، میشه حساب دریافتنی. هنوز دریافت نکردم. ببین اینجوری تجزیه تحلیل کن. رفتی یه وامی رو قراره بگیری، حالا گرفتی میخوای پرداخت، میشه وام دریافت. بانک دریافت کردم، وام دریافتنی. خب اینجوری تجزیه و تحلیل کنی که مثلا با ذهن، ولی خب مثلا میخوام من حفظ کنم، با حفظ کردن یادت میره. قراره بگیرم میشه دریافتنی. قراره بگیرم دیاره دیگه دریافتیه. قراره بدم پرداختیه. خیلی راحته. من یه پولی رو زودتر دادم، پیش پرداخت کردم دیگه، زودتر دادم. یه پولی رو زودتر گرفتم، پیش دریافت کردم، پیش گرفتم. هنوز هیچ کاری نکردم. اسمش روشه. اگه بخوای یه ذره فکر کنی اسما همه روشونه، خیلی چیز سختی نداره. کامپیوتر چیه؟ تجهیزات. میز چیه؟ اساسه. ماشینالات چیه؟ ماشینا. صندلی چیه؟ جزء اساسه. پرینتر چیه؟ تجهیزات. ببین اسمشون روشونه. فقط من تو سیستم خودم دارم الان در حالت کل سند میزنم، به این میگن سند کل. من دارم میگم کامپیوتر تجهیزاته. من تو سیستم نرم افزار حسابداری نمی‌نویسم تجهیزات، اونجا کد میدم، همون کدی که نوشتم کد به کد میگم تو قسمت کل تجهیزات، معینش میشه کامپیوتر. سند حسابداریم کامپیوتره. میخوام اول اینو یاد بگیری، حالا که یاد گرفتی بیام تو شاخه‌هاش سند بزنم. الان اگه بیام اینو سند بزنم تو تجهیزات تو ذهنت نمیمونه. خب کامپیوتر دیگه. خب کامپیوتر زیرگروه کیه؟ تجهیزاته. تجهیزات زیرگروه کیه؟ دارایی غیر جاریه. دارایی غیر جاری زیرگروه کیه؟ دارایی هاست. ببین هی از پایین میریم بالا. خب وقتی بالا رو یاد نگیری اینو یاد نمیگیری. من اول اومدم گفتم دارایی ها، بعد گفتم غیر جاری، غیر جاری شد تجهیزات، تجهیزات شد کامپیوتر. ببین هی میاد پایین. پس فعلا اینجوری باید بریم جلو تا در آینده نزدیک انشالله
سنت‌های کامل‌تری ازش یاد بگیریم. شنبه 2 روز دیگه وقت داریم برای تمرین حل کردن. آخر هفته اختصاص بدیم به حسابداریتون لطفاً. فکر نمی‌کنم اگر 10 دقیقه وقت بذارین جزوه رو بخونین حل اون تمرین بیشتر از 20 دقیقه نیم ساعت وقتتون رو بگیره. اگه حسابدار بشین کل این تمرین‌ها 3 دقیقه زمان میبره از شما. خب چون اول کارین باید تجزیه و تحلیل کنین تو ذهنتون بمونه یکم زمان میگیره. ولی خب قطعاً اگه این 30 تا رو حل کنی اوکی بشی، من اگر یه مثال 30 تایی دیگه به شما بدم شما تو ظرف 5 دقیقه حلش میکنی، چون دیگه همش تو ذهنته. میگم نقد پرداخت کرد، میخواد بانک فلان، نسیه داد، رفته حساب پرداخت دریافتنش درگیر شده، سرمایه گذاری کرد رفته حسابان سهامش درگیر شده، سریع تو ذهنتون میاد. ان شاءالله شنبه میشین فقط تمرین حل میکنید که شما هم کامل وارد بشین. خسته هم نباشید. من یاد نگرفتم نمیتونم برنامه